دوستانی عزیز سلام علیکم. این لحظه میخوام نمودن تورت میدوی را یعنی بروهی آسان برای شما پیشنهاد کرده باشم. 3 دونه تخم، کمترک نمک، 100 گرم شکر را در اول لد میزنیم. بعدا 2 قاشق عسل، 50 میلی لیتر روغن رستنی، 200 گرم آرد، 1 پچکه رزرخی تیل، 1 پچکه دیگه وانیلینه یعنی همراه کرده بازم با میکسر خوب لد میزنیم. میگذاریم در تفتان در حرارت 180 گرادوس 20-30 دقیقه، یعنی کورژمه آماده می شود. دارم خیلی با 2 قسم تقسیم کردم و کرم دوست داشتم یعنی زورنوی کرم اینجا یعنی برای تورت استفاده برده استادم. شما می توانید با طعم و ذوقتان از میوه های دلخواهتان یعنی استفاده برید و طعم تورت را بامزه تر گردانید. و دوستانی عزیز بعد از کرم مالیدن میگذاریم در یخدان با مدت 1-2 ساعت. با اشتیا باشه دوستانی عزیز، ما رو همراهی کنید.